سلام، امروز میخوایم با هم دیگه کوکی نیویورکی درست کنیم. خب اول برای درست کردن کوکی نیویورکی یکی از فرقای کوکی نیویورکی کلا اینه که سایزش نسبت به کوکی های دیگه بزرگتره و خب باید قشنگ داخلش نرم و پخته شده باشه و لبه هاش هم ترد و طلایی. اول برای کوکی نیویورکی ما میایم مواد خشکمون رو با هم دیگه علک میکنیم. خب من آردم رو علک کردم، نشاسته ذرتم و بیکینگ پودر رو جوش شیرینمونم با هم دیگه مخلوط میکنیم و اینا رو کنار میذاریم فعلا. حالا توی یه ظرف دیگه کرمون رو که تقریبا حالا به دمای محیط نه ولی خب خنک شده، من مکعبش کردم اینجوری. من چون وانیل نداشتم یه کوچولو روش پوست نارنگی رست کردم، رنده کردم روش. خب کرمونو که نرم شده ولی هنوز سرماشو داره، همراه شکر قهوه‌ایمون و شکر سفید. باید حتما شکر قهوه‌ای و سفید باشه، نمیشه یکیشو حذف کنید چون هر کدومش یه خاصیتی داره. خب حالا اول این دوتا رو با هم مخلوط میکنیم. شکر رو همراه کرم رو میزنیم تا یه حالت پفکی به خودش بگیره که کامل با هم مخلوط بشن. خب حالا دونه دونه تخم مرغامون رو اضافه کنیم. این مرحله آروم آروم مواد خشکمون رو اضافه می‌کنیم. به صورت دو مرحله مواد خشکمون رو اضافه می‌کنیم. دیگه خیلی نباید همش بزنیم، در حدی که مخلوط بشه با هم. و همینطور لبه‌های ظرفمون که آشپزیده رو رنگ‌مون جمع کنیم. حالا بقیه مواد رو اضافه کنیم. باید هم بزنیم تا این کاملا مخلوط بشه. حالا من از این شکلات چیپسی نسوز، من شکلات چیپسی تلخ انتخاب کردم، کاملا سلیقه‌ایه. یکی این مدل شکلاتو، یکی هم یه مدل شکلات دیگه است که بازم میگم سلیقه‌ایه، این که توش گردو بزنین، مغزیجات بزنین، هر چی که بخواید بزنین خب سلیقه‌ایه دیگه، ولی اصلش اینه. من از این مدل شکلات استفاده کردم، شکلات‌های تخته‌ای مارک سوربن که یه کیفیت خیلی خوبی داره، شکلات کارات هم با هست ولی سوربن خیلی خوش‌طعمه، قیمتش هم خوبه. من اینجوریش کردم، با چاقو تیکه تیکش کردم. این هم اضافه می‌کنیم. حالا من یه تیکه رفتم چون این گیر کرده بود به این دستای همزن، رفتم که درش بیارم، دستمو شستم. خب اینو با لیستک در حد مخلوط شدن دیگه، در حدی که این شکلات‌ها مخلوط بشن با هم میزنیم. من برگشتم سینی فرو کاغذ روغنی گذاشتم. بچه‌ها به نظر من 2 تا کاغذ روغنی بذارین خب خیلی بهتره، به خاطر اینکه نمیدونم چرا این تجربه منه، چون که انگار که حرارت مثلا دیرتر بهش برسه
یه کوچولو بهتره، یعنی توش قشنگ نرم میشه، دورش طلایی میشه. حالا کاغذ روغنی هم که هزینه‌ای نداره، 2 تا بذارید. منم 2 تا گذاشتم اینجا. خب حالا که خب دیگه حالا وزناش مثلا قشنگ یه دونه اندازه بشه با هم خیلی بهتره. بعد 100 گرم 100 گرم. حالا میتونید هم کوچیک‌تر بگیرید اما این پلاستیک روش گذاشتم که تقریبی کثیف نشه، که تنبلی کردم، کار خودم رو راحت کردم. خب این 90 گرمه. شما میتونید بزرگ، یعنی کوچیک‌تر هم بگیرین. خب ولی اصلش اینه دیگه، اصلا کوکی نیویورکی بزرگه. بعد با فاصله هم بذارین حتما، که بعد استراحت هم کنه تو یخچال 1 ساعت. این مثلا گردو هم اگه توش میریختیم، مثلا گردو خوب شده، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. من الان گردو نداشتم. حالا این سینی فرمن یه کوچولو کوچیکم هست، مثلا از این گالوانیزا، نمیدونم گالوانیزا از آلومینیوم چیه که داخل لوازم قنادی ها هست، اونا هم یه کوچولو بزرگترن هم نازکتر. اونا دیگه حتما 2 تا 3 تا کاغذ روغنی مثلا بذارین. ببین اصلا عطرش به خاطر اینکه من توش پوست نارنگی یه کوچولو رنده کردم، انقدر الان عطر خوبی داره، کاش بوش میومد توی دوربین. عالیه. اصلا همیشه وقتی که وانیل اگه یه وقت حالا نداشتین و اینا، مثلا میتونین پوست لیمو، پوست پرتقال، پوست نارنگی، حالا بستگی به ذائقه‌تون داره دیگه. من عاشق نارنگی ام. دیگه حالا به ترتیب اینا رو همینجور گرد میکنیم و میذاریم. من یه فیلمو میزنم یا رو دورتون یا قطعش میکنم، مرحله آخر رو بعد نشونتون میدم.